امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه یه فسنجون خوشمزه درست کنیم. البته این سری با گوشت قلقلی فوق‌العاده خوشمزه و راحته. حتی واسه کسایی که برای اولین بارشون میخوان این فسنجون خوشمزه رو یاد بگیرن، مطمئنم با این روشی که من میگم درست کنم واقعا عالی میشه. بریم که با هم دیگه مواد لازم رو بهتون بگم. مواد لازم 300 گرم گردوی آسیاب شده، 2 الی 3 قاشق غذاخوری شکر، ادویه، نمک، زردچوبه و فلفل سیاه. شکر رو اگه خواستین میتونین حذفش کنین و رب انار، 3 قاشق غذاخوری، 2 عدد پیاز، گوشت چرخ کرده 200 گرم. از پیازامون رو رنده میکنیم با رنده درشت. اینجا یه دونه پیازم رو رنده کردم، میذارم یه مقدار آبش کشیده بشه. تو این غذا اصلا نیازی نیست ما روغن زیادی اضافه کنیم. من اندازه یه قاشق غذاخوری روغن میریزم فقط برای تفت دادن پیاز. یه مقدار پیاز رو تفت میدیم تا سبک بشه. تو این مرحله پیازا یه مقدار سبک شده، یه مقدار نمک میریزم اندازه یه قاشق مربا خوری و یه مقدار فلفل سیاه. تفت میدم اینا رو با هم دیگه. بعد اینا تفت خوردن، حالا گردوهایی که آسیاب کردیم رو میریزیم. تو این مرحله زیر گاز زیاد نباشه که گردوها نسوزن. گردو رو هم یه 4-5 دقیقه تفت بدین تا اون خامی گردو گرفته بشه. بیشتر 4-5 دقیقه تفت نه، حواستون هم باشه نسوزه که فسنجون شما ترک میشه. من با حرارت ملایم دارم این گردو رو تفت میدم. الان من گردو رو قشنگ تفت دادم دیگه آماده است. حالا 3 قاشق رب اناری هم که داشتیم میریزیم. من اینجا رب انارم ترشه. حالا اگه دوست داشتین ترشتر باشه رب انار بیشتر، اگه بعضیا فسنجون رو ترش میخورن ملس شیری، من اینجا فسنجونی که درست میکنم ملسه. یه به خاطر شکری هم که میریزم ملس میشه. حالا رب انار رو گردورم 2-3 دقیقه تفت میدم که حسابی مزه به خورد هم برم. رب انارم که درست کردم فیلمشو براتون حتما بریم نگاه کنید. حالا فسنجون برعکس خورشتای دیگه که خورشتای دیگه آب جوش استفاده میکنیم، ولی فسنجون اونطوری نیستش. من اینجا از آب یخ استفاده میکنم، حتی از چند تا قالب یخ هم استفاده کردم. یه مقدار میریزم، یه خورده تفت میدم. آب یخ که میریزیم باعث میشه به گردوها شوک وارد بشه و حسابی روغن پس بده. میبینی من چای یخ استفاده کردم. اینجا دیگه زیرش رو یه خورده زیاد میکنم و اینکه قل بخوره. بعد که قل خورد زیرش رو کم میکنم، میذارم با حرارت خیلی پایین، اجازه میدم 4-5 ساعت زمان میدم تا حسابی خورش جا بیفته. فسنجون باید با حوصله درست کنین، با حرارت پایین، نه اینکه هول هولکی درست کنین و زیرش رو زیاد کنین. بعد که با حرارت پایین پخته میشه حسابی روغن میده و مزه خیلی خوبی هم داره. خب الان اینجا دیگه این داره حسابی قل میخوره. زیرش رو کم میکنم با حرارت خیلی پایین، اجازه میدم 4-5 ساعت تا حسابی این خورشت فسنجون ما غلیظ بشه و به روغن بیفته.
خب من توی این فاصله که فسنجون داره جا میفته یه مقدار برای خوش رنگ شدنش زعفرون دم کرده میریزم. دوباره درش رو میبندیم تا حسابی غلیظ بشه و جا بیفته. توی این فاصله میریم سراغ گوشت قلقلیامون. واسه گوشت قلقلی هم که یه دونه پیازی که داشتم رنده کردم، آبش رو کاملا باید بگیریم. 200 گرم گوشت چرخ کرده و یه مقدار نمک، زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. حسابی همه این مواد رو با هم دیگه ورز میدین تا یه دست بشه. حسابی گوشت رو ورز دادیم، حالت چسبناک پیدا کرده. حالا گوشت رو اندازه گردو، حالا دیگه کوچیک یا ریز دست خودتونه، قلقلیش میکنیم. روغن که داغ شد قلقلیا رو اضافه میکنیم. نیازی نیست بذاریم خیلی سرخ بشه، همین که یه مقدار تفت بخوره و رنگ گوشت عوض بشه کافیه. برمیگردونیم تا اون طرفش هم یه مقداری سرخ بشه. اینم از فسنجون ما. ببینید فقط چه روغنی انداخته. من هیچ روغنی اضافه نکردم و روغن خود گردوه. بعد 4 ساعت با حرارت پایین تقریبا دیگه داره جا میفته. حالا توی این مرحله گوشته‌ای که سرخ کردیم و قلقلیا رو اضافه میکنیم. روغنش هم نریزیم توی فسنجون، خود این گردوه خودش حسابی روغن پس داده. گوشته‌ای که اضافه کردیم 3 تا قاشق شکری هم که داشتیم اضافه میکنیم. اندازه ترشیش دست خودتونه. اگه دوست داشتین ترشتر باشه دیدین ربع انارش کمه، ربع انارش رو یه خورده دیگه بیشتر اضافه کنید. اگه دوست داشتین یه مقدار شیرینیش بیشتر باشه شکرش رو بیشتر اضافه کنید. دیگه سلیقه دیگه ازش یه مقدار بخوریم ببینید که چیش کمه. من الان دیگه اینا رو دیگه همین مواد رو اضافه کردم، درش رو میبندم 1 ساعت دیگه بمونه این گوشت قلقلی و فسنجونا حسابی جا بیفته تا این سسش غلیظ بشه. اینم از خورش فسنجون ما که بعد 5-6 ساعت حسابی روغن انداخته و جا افتاده. ببینید فقط شما خیلی خوشمزه و خوش رنگ شده. ویدیوی دیگه خدا نگهدار.